تا حالا شده با تموم کردن یک کتاب احساس کنی از یه خواب عجیب و سنگین بیدار شدی که نمیتونی تا مدت‌ها فراموشش کنی؟ سلام، اینجا گوشه کتابه. این قسمت مرگ به وقت بهار. راوی داستانمون یه پسر بچه نوجوونه توی یه دهکده‌ای که اون دهکده روی یه رودخونه ساخته شده. حتی ظاهر داستانمون هم نرمال نیست. مردمش، خونه‌هاش، کوه‌ها، مخصوصاً درختاش. برای مثال آدمای اونجا معتقدن که قبل از اینکه آدما آخرین نفسشون رو بکشن باید توی دهنشون سیمان ریخته بشه و توی درختا حبس بشن تا روحشون سرگردون نشه. پسر بچه داستان ما اتفاقی شاهد مرگ پدرش میشه و این شروع گم شدن توی قوانین عجیب این جامعه است. باید به آیینی تن بده که حتی نمیدونه از کجا اومده. همه چیز از زاویه دید همین پسر روایت میشه، ولی نه با احساسات زیاد. انگار داره یه گزارش سرد از اتفاقات عجیب زندگیش میده. همین سردی تلخی داستانو چند برابر میکنه. مرسل رودوردا یکی از مهمترین نویسنده های زن قرن 20 توی اسپانیا است و اغلب هم با زبان کاتالان مینوشته. این کتابو توی اواخر عمرش نوشته و بعد از فوتش منتشر شده. خیلی‌ها گفتن این کتاب یه نماد کامل از فاشیسمه. اینکه چطور یه جامعه میتونه با زور، ترس، آیینای عجیب آدما رو مطیع نگه داره. بعضی هم گفتن بیشتر از فاشیسمه. داره درباره سرکوب خواسته ها حرف میزنه، درباره آدمایی که یاد گرفتن از مرگ نترسن، اما از زندگی چرا. اگه بخوام با یه جمله تمامش کنم، میگم که مرگ به وقت بهار داستانیه درباره زنده موندن توی جهانی که مرگ از زندگی پذیرفتنی تره. بیاین یه سر به نوشته ها بزنیم. پسر آهنگر و بچه‌ام که در زمین‌های شب سیاه یا جنگل پدروس آلتس گشت می‌زدند، من تنها می‌ماندم و حوصله‌ام سر می‌رفت. برای همین می‌رفتم دیدن زندانی. کنارش می‌نشستم و خسته که می‌شدم از آنجا می‌رفتم. یک روز به اینکه چیزی از او بپرسم خودش زبان باز کرد. گفت باید در زندگی چنان وانمود کنی که هر حرفی را باور می‌کنی. وانمود کنی که هر حرفی باورت می‌شود و هر چه دیگران بخواهند انجام می‌دهی. جوان بود که زندانیش کردند، چون حقیقت را می‌دانست و آن را فاش کرده است. نه حقیقت مردان بیچهره را، آن حقیقت اصلی را. تنها کسی بود که با او احساس نزدیکی می‌کردم. زنم که مثل همیشه یک لحظه هم کنارم آرام نمی‌گرفت. بچه‌ام هم که دیوانه بود و شیفته پسر آهنگر. صبر می‌کردم تا زن‌های رخشور بروند و بعد می‌رفتم نزدیک زندانی می‌نشستم. انگشت‌های دست و پایش خیلی بلند بودند و پوستی که روی استخوان‌هایش را می‌پوشاند تیره رنگ بود. آنقدر در معرض آفتاب و سرما و باد قرار گرفته بود که دیگر چروکیده شده بود. گهگاهی آنقدر حوصله‌ام از صدای شیهه زندانی و زنانی که سرش جیغ می‌زدند تا شیهه بکشد سر می‌رفت که خوابم می‌برد. موقع حرف زدن با من صدایش عوض می‌شد. صدای انسانی به خود می‌گرفت. گفت تمام رنجی که در زندگی می‌کشیم به این خاطر است که نیمی از وجودمان برآمده از زمین است و نیمی از آن زایده هواست. لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت زیاد با پسر آهنگر نگردم، چون مادرش جانوری است که دومی ندارد. بعد دوباره گفت نیمی از هوا، نه مثل ماهی‌ها که تماماً از آبند یا پرندگان که فقط از هوا هستند، یکی آمیخته با آب و دیگری با هوا. انسان از جنس آب است و با زمین و هوا زندگی می کند. همه عمر زندانی است. هر آدمی. گفت وقتی اهالی دهکده می آیند و او را تماشا می کنند و به بچه هایشان نشانش دهند، می گویند او زندانی است. اما اینطور نبود. فقط زندگیش با دیگران فرق داشت. همین. به این شکل زندگی کردن عادت کرده بود و وقتی مردم فکر کردند دیگر انسان نیست و قفس را باز کردند، چیزی عوض نشد. همانجا ماند. هیچ چیز برایش مهم نبود. چه میماند پشت میله ها چه نمیماند. خودش زندان خودش بود. هر کسی زندان خودش است. چیزی عوض نمی شود. فقط عادتهای ما هستند که عوض می شوند. مدتی عادت می کنیم که به صدای رودخانه خروشان گوش دهیم و مدتی هم عادت می کنیم نظاره‌گر رفتن و گذشتن آب باشیم. آن که رفت و گذشت خود زندانی بود. گفت منم که می روم و می گذرم.
غیر از من همه چیز سر جای خودش میماند. انسان میان زمین و هوا زندگی میکند. از جنس آب است و همه عمر محبوس است. همچون رودخانه که میان زمین و هوا اسیر است. رودخانه به انسان میماند. همواره در همان راهی است که برایش مقرر شده و اگر هر از گاهی طغیان میکند، مانند دل انسان که تاب نمیآورد و سرریز میشود، قاعده ای او را به مسیرش باز میگرداند. موقع صحبت کردن نگاه هم نمیکرد. فقط میتوانست جلویش را ببیند، با چشمانی که سرخی آتش را منعکس میکردند. انگار نمیتوانست سرش را بچرخاند. انگار چیزی که سرش را به شانه‌هایش وصل میکرد خوش شده بود. برای اینکه به من نگاه کند، که آن هم چند باری بیشتر پیش نیامد، تمام بدنش را به سمتم میچرخاند و چنان آه و ناله میکرد که انگار استخوان‌هایش درد میگرفتند. وقتی همه چیز آرام بود و حس میکرد او هم قطره‌ای است در رودخانه زندگی، مانند موجی از باد که در پیچک‌ها میپیچد، یکی از دستهایش را بالا میگرفت و با چشمان بسته گوش تیز میکرد. حرف زدن را که از سر میگرفت، کلماتش انگار روی آب شناور بودند، از هم میگسستند و کم و بیش از بین میرفتند. حس میکرد کلماتش میگریزند و میگفت هرچه میگویم را، هرچه تا به حال گفتم را، آب با خودش میبرد و گوشه‌ای رها میکند. هیچ مردی و هیچ زنی نمیفهمد چه میگویم. میگفت همه چیز دروغ است. پیش از این کسی نمیخواست حرفهایش را بشنود و حالا خودش دلش نمیخواهد حرفی بزند. هرچه میگویند دروغ است. آنهایی که میگویند یک افعی تغییر شکل داده و به آب تبدیل شده، آنها دلشان میخواهد باورشان شود. باید باورشان شود که اگر دهانی را سیمان بگیرند، روح آن آدم در بدنش میماند. باید باورشان شود که اگر چشم زنهای حامله را نبندند، عاشق مردان دیگر میشوند و بچه‌هایشان هم به همان مردان میروند. نمیدانند که چشم آنها را میبندند چون بچه‌ای توی شکمشان هنوز به دنیا نیامده مریض است. حقیقت را نمیبینند، اما من حقیقت را میگویم. باورشان شده که باید زیر دهکده شنا کنند و باید در این راه جان بدهند. مگر هیچ جای دیگری نبود که دهکده را بنا کنند جز روی رودخانه؟ نمیشد بروند دهکده را در پدرس آلتس یا کنار جنگل بنا کنند؟ بعد هم که میرسیم به قضیه سایه کارامنها که هیچ کس تا به حال به چشم ندیدتشان، هیچ کس تا به حال سایه‌ای ندیده و هیچ کس نمیداند که دهکده کارامنها واقعا دهکده است یا یک تکه ابر. نگهبانها مدام کشیک میدهند، اما هیچ کس تا به حال آنچه را که آنها به خاطرشان نگهبانی میدهند ندیده. باز هم میروند و مردها را اخته و ناقص میکنند، چون شنیدن روزگاری دو سایه به هم پیوستند. کار ترس است. دلشان میخواهد بترسند. دلشان میخواهد باورشان بشود و دلشان میخواهد همینطور زجر بکشند. فقط زجر بکشند و آدمهای رو به موت را خفه کنند تا بیشتر زجرشان دهند. تا مبادا آخر عمری نفس راحتی بکشند. تا مبادا لحظه‌ای خوشی ببینند. به خیالشان ایرادی ندارد که آب و سنگها صورت مردی را می‌درند. ناسلامتی محض خاطر تمام مردم دهکده است که چنین بلایی سر آن مرد می‌آید. اگر تمام عمر باورت شود که رودخانه می‌خواهد دهکده را با خودش ببرد، دیگر به هیچ چیز دیگری فکر نمی‌کنی. زجر و عذاب را از خودت دور کن، اما کاری با شور نداشته باش. بگذار بماند. شور است که آدمی را زنده نگه می‌دارد. برای همین است که می‌ترسند. تمام فکر و ذکرشان ترس از شور زندگی است. می‌خواهند زجر بکشند تا حواسشان پرت شور زندگی نشود. در بچگی ناقصت می‌کنند و ترس می‌اندازند به جانت. شور است که آدم را زنده نگه می‌دارد. برای همین هم در بچگی می‌کشندش تا هیچ در ذهن باقی نماند. این کتاب میتونه یه تجربه عجیب و ماندگار باشه برات. فقط حواست باشه این یه دنیای قشنگ نیست، این یه کابوس شاعرانه است. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراهمون بودین. مرسی از حمایتاتون. خیلی خوشحالیم که شماها رو کنار خودمون داریم. حتما نظرتون رو راجع به کتاب برامون کامنت کنین و یادتون نره که پیج اینستاگرام همین اسم فعاله و مثل همیشه در نهایت زیاد ازمون دور نشین. قصه بعدیمون نزدیکه.